سلام کیانکیتی عزیز، میخوایم برین قطعات بخرین ولی نمیدونین فرق بین آیسی اصلی و بدل چیه. بیا با من تا بهت آموزش بدم که فرق بین این دوتا چیه. دوستان عزیزم دقت کنین، وقتی آیسی اصلی باشه از نوع چاپش هم معلومه. نگاه کنین الان این آیسی که دارید میبینین چاپش خیلی واضحه، خب ولی این آیسی چاپش واضح نیست. هر دو آیسی یک عددن ولی باید اینو بچرخونیم که بتونی نوع چاپش رو معلوم باشه. نگاه کنید حتما باید بچرخه تا نوع چاپش معلوم باشه، ولی آیسی نه، از نوع چاپش میفهمیم که این آیسی اصلیه. خب میریم به پشت آیسی رو نگاه میکنیم، تراشه های پشتش رو نگاه کنید چقدر این آیسی کدره و این آیسی اصلا کدری نداره. واسه همینه به پشت آیسی دقت کنید که کدری اصلا نداشته باشه. یه کار دیگه هم که میتونید بکنید اینه که تست دیودی بگیرید از پایه های آیسی و باید مقاومتش زیر 100 اوم باشه و 6 دهم بهمون نشون بده. اگه میخوای اطلاعات بیشتری واسط بگم باید در مورد آیسی کلمه آیسی رو واسم بفرست تا اطلاعات تکمیلی تری واسط ارسال بشه.